این فیلم به شخصی که 1000 سال مقدم در بخارا به دنیا آمده است. چون مشعل در ظلمتستان جهالت لیوای انسان پروری را بلند برداشته است. به شخصی که تمام عمر بر ضد مرگ مبارزه برده است، علامه بزرگ مشرق زمین حکیم ابوعلی ابن سینا که در اروپا با نام اویتسن مشهور است بخشیده می شود. کیست؟ با امر پادشاه آمدیم. شاید در را. بر شما کی در کار؟ طبیب ابوعلی. با امر جناب عالی او را به دربار میبریم. شاید در را. چی گپ؟ حسین را به دربار تکلیف کردند. برای چی؟ از کجا دانم؟ بازدارهاش به امر ضرر نکرده باشد. من به وی بارها گفتم که پسرم تو حالا جوانی، طبیب شدنت بر وقت است. ای پروردگار، با پسرمون رحم و شفقت کن. پسرمون باز تا سحر مطالعه کرده خوابش برده مانده است. پسرم بیدار شو. سحر شد. در را شوید. اینها سربازان امیرند، از پس تو آمدند. چی؟ از پس من؟ نخود که داروهای من به امیر فایده نکرده باشند. دیر نماند پسرم. جان نکن. خاطر نکشید بیبی، من زود برمیگردم. خدایا. احوال حضرتم چی طور؟ نمیدونم. اینقدر دیر کردی؟ هجده را. تیزگر. این جوان پادشاه را تبابت کرده بود. عجب نیست که یگان خطا کرده باشد. من میدانستم که علم و دانش این جوان یک روز نه یک روز به سرش بلا می شود. السلام علیکم. پادشاه، اینک ما ابوعلی را آوردیم. گنی نزدیکتر بیا. برخیز.
انا دیدید ما صحت یافتیم. دوای این جوان به ما شفا بخشید. تو طبیبی حاسق بوده ای ابن سینا. ما تو را با عطای و اینعام خوشنود میگردانیم. ما به تو طبیب آب و زمین، غلام و کنیز، زر و زیور اینعام کرده سری تو را به آسمان میبرداریم. بازگوی چی طلب داری؟ نترس، گوی چی میخواهی؟ اگر اعلی حضرت مرا به کتابخانه سوان الحکمت راه میدادند، من خود را خیلی بختیار میشمردم. آفرین آفرین. مولانا چغانی، استاد عزیز، به خدا که شما اولیا بودید. امروز پگاهی آن بچه پسری عبدالله را دستگیر کرده کشان به بارگاه گرفته بردن. به چشم خود دیدم. مولانا چغانی، بدار اویختنشان را با چشمان خودم دیدم. عاقبت به دست افتادگوی مگر من نگفته بودم؟ بله معلوم شد که با طبابت خود به پادشاه ضرر رسانده است. من گفته بودم که اگر این بچه در همین سن و سال به دانشمندی شهرت یافته باشد، این علامتی آن که به فریبگر است و البته به دار کشیده می شود. داملا چغانی، به این نوجوان کتاب ها را نشان دهید. این فرمانی پادشاه همان. السلام علیکم جناب سردار. پسری من در کجا باشد؟ فرزند تربیه کرده نتوانستید مولانا عبدالله. سری شما در چنگ کتاب های کهنه غوطیده خوابیده است. با حالان که وی در چنگ نه، در زر غوطیده میتوانست. در زر. علم را به زر بر نمی کشند. این چی کتاب؟ این کتاب از زمانهای قدیم نشانه است. منجم سغدی که با خون دل این را تألیف کرده است، پیش از زمانی پیغمبرمان گذشته است. اما در همان وقتها هم ما صاحب علم و صنعتی بسیاری بودیم. بعد مجاهدان اسلام آمدند که مانند تو جاهل و از علم و معرفت بیخبر بودند. آنها در راه رضای خدا همه کتاب ها را نابود کردند، در آتش سوزاندند و به دریاها پرتافتند. از آن همه علم و دانش هرچی باقی مانده باشد در صندوق های من جمع شده است. فردوسی وقتی که به اینجا آمده بود به من گفت تو چغانی همچون موی آخرین در آتش کده آتش مقدس را نگاه می‌داری. بله، خزینه حقیقی پادشاه در اینجاست. اگر من پادشاهی بخارا می بودم نصف لشکر را به پاسبانی انا همین خزینه تعیین می کردم. اما پادشاهی ما، حیرانم که تو با چی سحر و جادو خودت را به پادشاه معقول کردی. من دردی او را دوا کردم. دوا کردی؟ تو درد را چه میدانی کودک؟ من طبیب ابن سینا، مرا همه میدانند. طبیب بوده است. وقتی که شنیدم یک بچه نابالغ پادشاه اعظم را طبابت میکند باور نکردم. این یعنی تو بوده؟ شما گمان کردید که من فریبگر؟ فریبگر. کسی در سن و سال تو دانشمند شده نمیتواند. فهمیدی؟ هیچگاه. دانشمندی شهرت یافته باشد از راه مکر و فریب یافته است. این بهتان. من فریبگر نیستم. من نزد شما آمدم که تعلیم گیرم شما باشید. افسوس. صبر کن، صبر کن پسرم. اگر تو در حقیقت طبیب شدن خواه به تو نشان میدم. تشکر. خورشید آسمانی یا مصطفی محمد، یا الله حق دوست، یا الله یا لاله محبت قانون گدا برابر، یا الله دوست، یا الله حق دوست، یا الله، یا الله دوست، یا الله حق
السلام علیکم. و علیکم السلام. این جوان کیست؟ ابن سینا. نخواه همان نیست که هنوز در بچگی کتاب‌های عالمان یونانی اریستاتلیس و حکیم بخاراد را از بر کرده؟ بله خودش او در علم جبر و مقابله به همتاست. حرکت ستاره ها را آموخته است، پیدایش 4 عنصر را کشف کرده است، اما هنوز جوان است، نو به 18 در آمده است. نوبخاری یک پرده بیر بود از اماری روخی ویسه پدید آمد ز پرده دلی رامین شد از دیدنش پرده تو گفتی ایجادی چهره فشودش و یک دیدار جان از تن ربودش کجا چون دید رامین روی آن ماه تو گفتی خورد بر دید تیر را حاضر اگر خواهی دوامش را بدانی یکی تنگه بچه بی ما بمانی زی پشتی اسب کوه پیکر بیفتاد چو برگی کز درختش برکند باد همه گفتی چی بودی گردیگر را نمودی بخت ناکام روی آن ما چی بودی گردیگر را باد بودی زی روی ویس پرده در ربودی خردمندا ستم باشد از این بیش کی عاشق را همه عشق آورد پیش دو دستی خیش بردیده بیمالید زی شرمی مردمان دیگر ننالید چنان چون بود به افزای رامین چو کپکی خسته دیل در چنگ شاهین نمرده بود یک بار نزنده میانی این و آن شخص رونده این احتمال ابن سینا باشد میگویند که وی در سن 6 سالگیش قرآن را از یاد کرده است نخواد فرعونی کبریتی آبکی تهیه کردم 6 قرص کافور السلام علیکم و علیکم. این یک خزینه ثروت کو ثروت و دولت حالا در پیش نگرانی من و شماست. آره مردمی بخارا همه به یک زبان میگویند که شما پادشاه را با دوای نو صحت کرده اید. این گپ رو تمام مردمی بخارا میگوید. مادامی که این رو تمامی بخارا میگوید هی پس حساب کنید که این چقدر پول میشود. پول؟ چگونه پول؟ البته نام پولی که من از فروش داروهای قی آورم درآمد میکنم. شما چی گفتنی هستید؟ من حاضر میفهمونم. گفتم گم مرحمت کنند مرحمت. شما اون پولها را بیاری من به دست آورده نمیتوانید. این را دانستمونید ها؟ فهمیدم شما میخواهید که من طرز تیار کردن دارو را به شما گویم و از دیگران پنهان نمایم. خیلیتی آخر مقصدم را فهمیدید کنی؟ این دارو را من نبرآوردم. طرز ساختن آن در کتاب حکیم هندو سشروت مفصل بیان کرده شده است. ای کتاب چی لازم؟ کتاب فقط به عالمان در کار است. همه برای خریدن دارویی که پادشاه را صحت کرده است به پیش ما می آیند. ما در یک ماه پای شده می رویم. بعد از آن از بحر دواها هم می براییم و از بحر دوا طلبان هم. خواهیم با دوستان معیشت میکنیم، خواهیم با پری چهرگان عیش و نوش میکنیم.
خواهیم به کشورها کاروان رانده از پی تجارت میشویم. بوز را غمی جان، قصاب را غمی چربو. کسب من طبابت است، نه تجارت. بعد من وعده دادم که سر این دار را آشکار کنم. با کی؟ با علمای بخارا. ارباب دانش را معلوم باد که من پادشاه را با این دارها دوا کردم. اولا فرمودم که جاهای ضرر دیده پوست بدن را هر روز 3 بار با محلول مرگی موش تربندی کنند. بعد من از 2 حصه کبریت، 3 حصه گل سماسی مخلوط با روغن مرغابی به زخمها پاشند. برای کشایش اشتهای پادشاه من فرمودم که به وی شربت یوشان نوشانند. داروی مرگی موش را شما در چی گونه مایع محلول کنندید؟ با ما بگویید هم کسب جوان. مرگی موش را من در چیزی که ایجاد کننده، محلول کننده، پیوند دهنده و خراب سازنده جسم هاست محلول کردم. یعنی در آب. در آب؟ آب عادی؟ بله، در آب مقرری. نخواد برای 1 ذره حقیقت 100 خیل تجربه گذراندید؟ البته باغبان هم برای 1 دانه گل 100 خار را پرورش میکند. خدا قادری مطلق نیست. او فقط قادر است هر واقعه را که وقوعش خود به خود امکان پذیر است به وقوع آورد. کیمیا داروهای ساده را طبیعت در حالت تیار می دهد. طبیب باید از این نعمتهای طبیعت داروهای مرکب سازد. معدن در کوه چه خیل پیدا می شود؟ این سنگ ترکیبی باید چی باشد؟ آیا کسری های حیوانات هم سرایت می کرده باشند؟ خیلی فکر کردم، آزمایش های زیادی گذراندم و به خلاصه آمدم که این دردها با واسطه جانوران بسیار خوردی که به چشم نمایان نیستند از آدمی کسل باعث کسلی ها همین جانورانند. آنها حرکت می کنند، زیاد می شوند، دیگرگون می شوند و بیشبه سببگاری کسلی آنهایند. یعنی سرایت کنندگان موجوداتی زندند. این موجودات به گرمی و سردی تاب آورند. مولانا چغانی! مولانا چغانی! بادیانشینان! بادیانشینان! دشمنان خاندان و دولت ما به زمین یکسان می شوند. خدا به ما مددگار. آمین. الله اکبر. محافظت پایتختمان را به تو می سپارم. برای پادشاه بزرگ من جانم را هم دریغ نمی دارم. تو فورم به غزنه دوان به قایم مقام ما بگو که بی تاخیر لشکر خود را به یاری ما فرستد. فرمان بردارم. خود حاضر براق میبرم. اما این کافران بخارا آهسته آهسته و پنهانی کتاب‌های از قهر و غضب مجاهدان اسلام امان یافته را از سر نو ورق به ورق گرد آوردند. یعنی آتش نزدند. اگر درستر آتش میزدند کافران آن را جمع کرده نمیتوانستند. شما به آنها طریق آتش زدن را آموزید تا که
از نو ورقها را گرد آوردن با آنها میسر نشود. الله تعالی شمشیری عدالت را به دست شما داده است. یاردم میکنیم. شمشیریت را در بخارا آب و تاب میدهیم. بله، شمشیری عدالت را در آتش کتاب‌های کفر و بدعت آب و تاب میدهیم. شین خوش، کارهایتان چطور پسرم؟ بسیار طول کشد تا 3 روز دیگر تاب آورده می توانیم و خلاص. این چی نغمه و نغاره؟ آدمان از گرسنگی مرده ایستادند اینا باشند؟ نغمه های ابو علی. وی می خواهد که بادیه نشینان گمان کنند که در بخارا خاطر جمعی شادی و خرمی است. با این نغمه تا کی تاب می آوریم پسرم؟ آنها را فریب می دهیم گفته باز خودمان فریب نخوریم. پدر شما چیا گفته ایستاده اید؟ آیا شما خبر ندارید که به مدت ما لشکری حاکمی غزنه روان شده است؟ از غزنه خواستید آمده گفت که با آن لشکر سرلشکری نامدار محمود پسری حاکم سردار بوده است. درختی که تلخ است او را سریشت، درش بر نشانی به باغ بهشت. پس از جوی خلدش به هنگام آب به بیخ انگوبین ریزی و شهد ناب، سرانجام گوهر به کار آورد، همان میوهی تقوار آورد. شما بر این آدم نباید در چنین روزی سخت ناامید شوید پدر. محمود بهادر بخارای ما را البته نجات میدهد. قدم نامبارک محمود گر به دریا رسد برآرد دود. خان، انا لشکری شما 3 ماه باز قلعه بخارا را محاصره کرده است. سامانیان هنوز پر اقتدارند. به یاد دارید به مدد ما بخارا را گرفته نمیتوانید. خوش، شما از ما چی طلب دارید؟ لشکرتان را عقیب‌تر برید خان. چی؟ نه، ما به مدد بخارا روانه ایم. آنها دروازه را بر روی ما میکشایند. همین که به شهر در آمدیم به شما راه میدهیم. نه، این کار را به من سپارید. من به این تاجیک پادشاهی بخارا دیگر خدمت کردن نمیخواهم. اگر شما خان عالی مقام به من اعتقاد کنید، آنچه را که با خونریزی به دست آوردن میخواهید به هیچ خونریزی به دست نیاورید. از بخارا تا رود سیحون از شما، زمین های طرف جنوب رود جیهون ملک ما. با این باشد بلخ و ترمیز را میدهیم. حالا خودم حکمران میشوم گوی. چرا من حاکم نشوم؟ پدر شاه محمود هم به مثل من یک سرباز عادی بود. حالا باشد حاکمی غزنه شده است. اما برای این اولا پادشاهی سامانی ها را از تخت افتاندن لازم است. من به شما قول دادم، به عهدم وفا میکنم. من هم راضی.
السلام علیکم. شاهم نگاه کنید خلایق شاه محمود را چه خیل پیشواز میگیرد. امیرم همین از سوانول حکمت. آتش زنید. آخر شمایان با اینجا برای مدد آمده اید، نه برای غارت. خود تو کیستی؟ من ابن سینا طبیب پادشاه. طبیب لعنتی خودت را تبابت کن. مسلمانان و سوانول حکمت آتش افزاد. این خزینه علم و معرفت نسوزانید. نسوزانید. یک تن مانده همش را سوزانید. به سربازان امر کنید، به حق خدا، به حرمت پیغمبر امر کنید سوختار را خاموش کنند. به اینها گویید کتاب های مقدس را نسوزانند. برای چی شما جناب ابو علی اینقدر غم میخورید؟ اگر این کتاب ها مقدس باشند هرگز نمیسوزند. جناب امیر، جناب عالی، گنجینه حکمت سوخته ایستاده است. به سربازهایتان فرمایید سوختار را خاموش کنند. آنت درآید. جناب عالی. تو کیستی؟ طبیب ابو علی ابن سینا. امیر، بزرگترین کتابخانه عالم سوخته ایستاده است. کتاب‌های نادرترین به حق خدا امر کنید که سوختار را خاموش کنند. سوختن کتاب‌های کفر و بدعت را خدا میپسندد. بگذار سوزن. شما گناه عظیم میکنید. هر یک کتاب این کتابخانه از خزینه شما گرانبهاتر است. تو اندیشه جان خود نداره؟ سرم را گیرید، لیکن کتابخانه را از سوختار خلاص کنید. جوان جسور می نماید. تو
تو غضب مرا آزمودن میخواهی؟ شرم کنید امیر، این کردارتان از کردار رازانانم بدتر است. سربازان شما مردم را غارت میکنند، خونی ناحق میریزند. اقلا از لعنت نسل‌های آینده اندیشه کنید. اگر چنین کتابخانه ای از این محو شود، نسل‌های آینده تا قیامت از شما دامنگیر خواهند بود. برای این گفتارت من تو را سر از تن جدا میکردم، اما جسارت تو به من پسند آمد. دفشم. همان موی سفید کاسب راست گفته بوده است. قدم نامبارکی محمود گر به دریا رسد برآرد دود. جلاد. امیرم، اگر وی 35 ساله می بود سرش را بریدن لازم می آمد، اما سینی وی حالا از 20 نگذشته است. من از او برای شما غلام حلقه برگوش می سازم. با خدا شکرگوی. میرم. درش چی کتاب ها، فردوسی، الفارابی، ابوبکر رازی، الخجندی، ابو موسی جبیر، حکیم البطانی، سرم، تو اکنون تنها میمانی. مادرت از دنیا گذشت، ساعت مرگ من هم نزدیک است. تو باید اکنون از قلمروی سلطان محمود منفور بیرون روی. اما هر جا باشی سخنان فردوسی بزرگ را هرگز فراموش نکن که در حق آدمان نیک گفته است. بگیتی دو چیز است جاوید و بس، دیگر هر چی باشد نماند به کس. ز خورشید و از باد و از آب و خاک نگردد تباه نام و گفتاری پاک. نباشد کسی در جهان پایدار، همان نام نیکی بود یادگار. سرم، تو همراه اهل فضل زمان مشعلی خاموش شده علم و معرفت را برافروز
این از وصیت من و امیدی وطنی ستمکشی تو پسرم. قسم یاد کن که وصیت مرا به جا می آری. قسم یاد میکنم. جیگر اینجا آدم، آب بیار، آب. شما کیستید؟ مسافرم. بخارا گویید. میگویند که همه زنان بخارا ملکای پری پیکرند. راست است؟ بیهوده نیست که سلطان شاعران رودکی در بخارا زیسته است. میدانید درباره پریچهرگان جعدموی مشکینبوی بخارا چه نوشته است؟ ای از گل سرخ رنگ بربوده و بو، رنگ از بری رو ربوده بو از بری مو، گل رنگ شود چروی شوی همه جو، مشکین گردد چمو فشانی همه کو. نغز گفته است؟ شعری بسیار نغز. نباشد چی؟ بیایید شناس شویم. نام من ابو بید جز جانی، کمی نه طالب علمم. نام شما چی؟ ابن سینا. ابن سینا؟ همان طبیب معروف؟ ایستید! داد نگویید. جار زدن لازم نیست. یعنی شما همان حکیم ابن سینا هستید که از تعقیب سلطان محمود فرار کرده اید؟ بله، 4 سال باز از دست سلطان محمود در ایران و خراسان غریب و سرگردان شده گشتم. میبخشید. رفتن گیرید! نقل میکنند شما وقتهایی که کودک شیرمک بودید و در گهواره میخوابیدید حتی زبان نبرآورده بودید. روزی مادرتان دست میشسته است و انگشتریش را با آب دان افکنده است، بعد آن را با پرت و پرتافته است. شما در گهواره خوابیده این را دیدید. مادرتان گمان کرده است که آن را کنیزک پیرزن دزدیده باشد، او را کلتک کاری کرده است. وقتی که شما کلان شدید و زبان برآوردید این واقعه به خاطرتان آمده است و به مادرتان گفتید که بی شما او را بیهوده جزا داده بودید. همین راست است؟ این را بافتند. نه بافتنی، شما همین طور کردید. شاید از خاطرتان حاضر برآمده باشد. اگر خواهید که کارتان پیشرفت باشد مرا به دستیاری خود قبول میکردید. خوب، خاطر جمع باشید. من به شما ناز خدمت میکنم. خوب، مایلش البته.
گرگنج پایتخت خوارزم. آی مردم، آی مردم، آی کاروان سالار برگرد، آی کاروان سالار، آی مسافران، به گرگنج ندرآیید. در گرگنج بابا عقیب گردید، بابا آمده است. پدر در اینجا چی گفت؟ وای بر حال ما، خدا غضب کرد. در گرگنج بابا. شما از کجا میدانید که بابا آمده است یا آفت دیگر؟ بابا پسرم، بابا همه مرده ایستاده است. چرا؟ کجا می روید؟ با گرگنج. با گرگنج؟ ها. آخر با آنجا بابا آمده است. انا نگاه کنید، همه این مردم گریزانند. اگر طبیبان از درد گریزند، حال آدمان چی می شود؟ کاروان را با قفا گرداندن در کار خوب شده است. چو؟ حال من چی می شود؟ من به شما خدمت کردن میخواستم، اما مردن نمیخواهم. شما به دیارتان برگردید. ای افسوس، به نیتم نرسیدم، به شما خدمت کردن نتوانستم. خیر. 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 استاد. استاد. این نبینیده؟ خورجین فراموش شده است. لیکن من از مرگ نمیترسم. ناخواست گفتم آمدم. اگر دستیاران در روزی سخت خواجگان خود را پرتافته رفتن گیرند، آنگاه احوال استاد چی می شود؟ ها درست. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله. الله تعالی ارواح مومن مسلمانانی و بازده را رحمت کند، جایشان در جنت کند. انا خداوندی کریمی کارساز با قدرتش بر سر ما و با فرستاد، زیرا که زنان به گفت شوهرهاشان گوش نمی کنند و از نامحرمان رو نمی پوشند. سوداگران از ترازو میزنند، در دل مردم ترس روزی جزا و پول سیلات نماند. زمان آخر شد دنیا زبون شد، زمان آخر شد دنیا زبون شد، طریقت فراموش شد عالم گم شد، طریقت فراموش شد عالم نگم شد. اثرمان الله و با فرستاد، اثرمان الله و با فرستاد، و جانمان هر دم بلا فرستاد، و جانمان هر دم و جینه ها بگذر ای جینی بر تینت، در بین کبورگاه ها نداو. این منم که تیرهای کمان را فرو میبرم، از من حذر کن. خواه جین باشی خواه اینز، از دستی من امان نمیابی. در دل باشی از دل برا، در جگر باشی از جگر برا. این منم که از بیمار دود و از روغن حدود میبرارم. من تو را از عزای بیمار بدر میکنم. منم به ها و دینی بلاگردان نمیبرایی. ای طریقی یم یلا، ای جین و البسی ها، ای طریقی یم یلا، ای جین البسی ها. یا غفسون یا غفسون، یا غفسون یا غفسون.
انصرتی سنصرتی انصرتی سنصرتی یا اولیاها یا اولیاها در دل باشی از دل برا در جگر باشی از جگر برا ای طریقی یمگلا ای جین و البستی ها یا اولیاها ای جین ای کلتکلاستوم ای کرمیشتر کله هزار پایه برا ترسیدی اکنون از من خلاص شده نمیتوانی اوه این کی؟ این ذات آشنای دیرینه من. جینی بدتینت به دهانی گوسفند در آمد اکنون از دست من خلاص نمیخورد. من اکنون جین و عجینه ها رو به بارگاهی سلیمان میبرم تا که زنجیر بند کرده مونند. کنی یک آمین کنید همه درد و بلاهای همین بیمار به این گوسفند زند. آمین. اوه اکبر. کنی محمد رفتیم. مرحمت. تشکر. هزار رحمت. تشکر. هزار سلامت باشن خیر. من این را به بارگاه سلیمان پیغمبر برده زنجیر بند میکنم. سلامت باشن خیر. السلام علیکم. شما هم به خوارزم اومدید؟ خوش احوال ها چطور؟ من نگفته بودم که تمامی عمرتان به قشاقی میگذرد. خطا نکردم. خیر سلامت باشن خیر. سلامت باشید. بارگاه سلیمان در کجا باشده؟ در بازار. وی وبا را به بازار برد. وبا را به بازار برد؟ یگان کسی بدبخت پول داده به خودش مرگ میخرد. من گوسفند را دیدم اما وبا را ندیدم کو. این جانور از حولی وبا زده برآمد. پس وبا در مغز پشمای آن خانه مانده است. دردهای گذرنده با واسطه جانورانی بسیار خردی که به چشم انسان تماما نمایان نیستند از یکی به دیگری سرایت می کنند. دردها از قبیل تب لرزه، خارش، وبا و هاکذا چنین جانورهای گذراننده مخصوصی دارند. این نوع جانوران به همه چیز، به لباس، به روی، به موی می چسبند. می چسبند گفتید می؟ ها؟ بلکه آنها به من هم چسبیده باشند. وبا البته به شما می چسبد. برای چی؟ برای آنکه شما می ترسید. خلق درست می گوید. خدا رحمت کند. خلق درست می گوید که اگر نالش نکنید درد نمی آید. هر کس که از وبا نترسد وبا از وی می ترسد. خیر من چیکار کنم؟ سر بالا کرده به وبا گویید نزدیک نیا. ها؟ ای وبا، اگر تو به من نزدیک بیایی به نام همه صاحب جمالان دنیا قسم یاد میکنم که ریش مردارت را تار تار کنده میگیرم. چطور؟ آفرین. درستترین راهی بیمار نشدن انا همین. اما برای آن که بر لشکری وبا ظفر یابیم ما باید اول یک دانشمند نامدار را پیدا کنیم. رفتیم. السلام علیکم. پدر، منزل ابوریحان بیرونی در کجاست؟ منزل ابوریحان بیرونی پسرم انا همین جاست. رحمت. تشکر. شما کیستید؟ من ابن سینا. ابن سینا؟ من توصیف شما را بسیار شنیدم. مرحبا دوستم. ببخشید. اول فرمایید که به ما لباسی تازه دهند و کمی سرکه بیارند که با آن دست و روی پاک کنیم. این رسم و عادتی کدام خلق و کدام دیار است؟ این رسم و عادت به دیاری ضرور است که آن را وبا زده باشد. فهمیدم. مرحبا. ممنونم. بگذار همراه هر کدام از علما 2 نفر شاگرد بهترینش باشد تا که هنگام گرفتن آفتاب یگان نفر ما گرفتار وبا شویم تحقیقات ما را شاگردانمان دوام دهند. آفرین. دوستانم امروز برای ما روز فیروزی است. آیا میشناسید این مهمان ما کیست؟ السلام علیکم. نخواد این کس همان عالم مشهور مولانا ابن سینا باشند؟ بله،
ابو علی ابن سینا. الحق در عین ضرورت تشریف آوردید. همین که شما ذات همایونی تشریف آوردید، خاک دیار ما گلپوش شده، مشام ها را معطر گرداند. کوهساران خلعت مخمل در بر کرده کلاه از سر گرفتند. به ذمه ما نظارتچیان فقط همین میماند که صدف های پرامواج کمالات شما را ستایش و تماشا کنان آه سرد از دل پردرد خیش براریم. کفایه. من گفته های او را ترجمه می کنم. ما خیلی خرسندیم که شما ابو علی قدم مبارک به خوارزم نهادید. ممنونم. مرحبا. محترم ابو علی، آدمی به دفع وبا قادر است یا نه؟ قادر است. برای این پیش از همه آدمان را از واهمه آن خلاص کردن لازم است. مهمش نترسیدن. درست. وبا از یک کس به کسی دیگر در وقت واخوری به یک دیگر میگذرد، حتی با واسطه هوا پخش می شود. بنابراین مردم نباید جمع شوند، حتی نمازهای جماعت را من کردن لازم است. هر کس نمازش را در خانه خودش خواندن گیرد. نماز جماعت را منع کنیم، در این مسجد ها را بندیم. ملاهای متعصب ما را در امان نمیمانند. آفتاب هم رویا به قصد ما میگیرد. خلق به این هم در وهم و هراس است. آفتاب میگیرد؟ کدام روز؟ روز جمعه بعد از پیشین. گرفتن آفتاب در واقع به مورد آمد. به مورد؟ بلکه به مورد باشد. در عین وقتش ما با یاری آفتابگیری بر لشکری کسلی وبا غلبه میکنیم. بگذار دستورالعمل ما را 2-3 ساعت پیش از گرفتن آفتاب اعلان کنند. اوی مردم، با گپی من گوش کنید. در یک جا توده نشوید. وبا در بازارها با آدم از آدمی وبا زده میگذرد. فروشنده مالش را بدری خریدار برد. چنین میفرماید طبیب حاذق ابو علی ابن سینا. اوی مردم، گپی مرا گوش کنید. در خرید و فروش پول را به ظرفهای سرکادار اندازید. اوی مردم، از وبا نترسید. بیمارداران اندک پخته را به سرکاد تر کرده و به سوراخی بینهشان گذارند و به دهانشان برگی اوشان بگیرند. در خانه ها نشسته دلخوشی کنید و با از دلخوشی و موسیقی و سرود میگوید. مردم، وبا از یک بیمار به 100 سالی میگذرد. به مسجد نروید، پراکنده شوید. اگر خواهید که بیمار نشوید، نماز را در جایهای خود بخوانید. چنین فرمودند طبیب خیرتمند ابو علی ابن سینا. پراکنده شوید مردم. گم شو کافر، دهانت را باید سک. مسجد ما را نجات میدهد. ابلیس رای بدکش خدا جزایت را دهد. مسلمانان را از اسلام میگرداند. ابن سینای بدکش مسلمانان را از اسلام برمیگرداند. چه دورا؟ بدکش اسکی عبادتگاهی مقدس را تحقیر نمود. مولانا، به هر حال پنهان شدن بهتر است. حاجت به پنهان شدن نیست.
استاد حاضر. خاطر جمع باشید. دوستم ابو علی، این جسارت از خرد دور است. شما مگر شبهه دارید که رسا ساعت 2 آفتاب میگیرد؟ شبهه ندارم، رسا ساعت 2. بسیار خوب دوستم، من هم باوری دارم. جهالت آشوبگر همان وقت خطرناک است که کس علتهای آن را نداند. من ابن سینا. مسلمان ها ما با کسافتی انا همین بیدین ها با دوچار شدیم. زنه دارا زنه مردم. شما آدمان را به قاتلی هدایت میکنید دامولا. این گناهی عظیم است. چی؟ های مردم، من هم به مثل شما یک نفر مومنی مسلمانم، لیکن من از اهل فضلم. من هم به خدای تعالی هم به فضل انسان ایمان آوردم. علم هرگز انسان را فریب نمی کند. ای فریبگر، کافر، نابکار. پس شما دلیل لازم. انا حاضر. بعد از 3 دقیقه همین که ریگ این ساعت به پایان فرامد، ماه روی آفتاب را می پوشد، آفتاب می گیرد. این را من از روی علم خود می دانم. اگر در همین مدت آفتاب نگیرد آنگاه چی؟ آنگاه من هم همراه دوستم ابن سینا به قتل شدن تیارم. فریبگری ملعون. مردم کشه دورا کشه. صبر استید خلایق، استید مردم، مسلمانان، استید صبر کنید. نوستید استید. های مسلمانان، این چی کار است؟ استید صبر کنید. مردم آفتاب گرفت. اول سینا را ازانه گریزه. دوستم ابن سینا خیزید.
اکنون مردم به سخنان من باور میکرده باشند؟ البته باور میکنند دوستم. شما غالب آمدید. انا میشنوید؟ فراغت و بیکاری نه تنها به وجود آورنده جاهلی و نادانی است، بلکه نیز در عین وقت سبب بیماری ها می باشد. السلام علیکم طبیب زمان جناب ابن سینا. و علیکم السلام جناب سفیر. مرحبا مرحبا. من به شما خبر خوش آوردم. بفرمایند. تشکر. به عوض کدام خدمتم سفیر سلطان محمود عالمگیر به نزد کمینه تشریف آوردند؟ سلطان بزرگ من شما را به لطف و مرحمت خود مشرف کرده این عام و خدمت دولت پیشکش میکنند. بفرمایید. من سرفرازم که امر سلطانم را به شما میرسانم و اینک به شما انعام شاه بزرگی من طلا. من از مهربانی حضرت سلطان به غایت منت دارم، اما این تکلیف را قبول کرده نمیتوانم. چطور؟ شما از خدمت سلطان بزرگ ما رو میگردانید؟ من به علم خدمت میکنم. به حضرت سلطان عذر مرا رسانید جناب سفیر. البته. سینا، شما فکر کردید چی ها میگویید؟ بله، عذر مرا رسانید. سلامت باشید. سلامت باشید جناب ابن سینا. شما چیکار کردید استاد؟ فاتحان جاهل اجنبی در هندوستان و وطن من بخارا مشعل علم و دانش را خاموش کردند. حالا فقط در این دیار، در خوارزم، اهل دانش امکانی دارند که به کسب خود شغل کنند. پس شما باید برای همه، برای تمام عالم بشر کار کنید. اگر ما عالمان از سلطان جهالت پرست می ترسیده باشیم، باید که عموما از بحر همه علم ها برآمده همش را جمع کرده مانیم و فقط با قرائت قرآن مشغول شویم. این وقت سبب بیماری ها می باشند. نویسید. اگر بعضی ها فارغ بالی عیش و عشرت را حضور و حلاوت جنت گمان کنند، در چشم من آن از عذاب دوزخ کمتر نیست. سرم را تباوت کنید، به حق خدا او را نجات دهید. من به شما چقدر مزد باشد میدهم، حولیم را، اشترهایم را هم میدهم. حولی اشترهایتان به خودتان نصیب کند. من به تو جیانم یک داروی خوب میدهم. هیچ واقعا یه جیانم، پگاه فردا سیاه میشه. السلام علیکم لقمان زمان. جناب ابو علی، شما مرا دیدنی بودید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به کودکی بیردی شتربان شما چگونه داروها داده بودید؟ بیردی؟ چه دارو میشت؟ به کودکش؟ البته داروهایی که نافع و شفا بخش دانستم. مرا لازم است که ترکیب آن داروها را بدانم، زیرا من باید بچه را از تاثیر بدی داروهای شما رهانم. شما اعضای بدنی او را زهرآلود کرده اید. توبه. تا که شما به مردم زهر میچشانید. وقتا که
من به شما دردمندان را فراهم می آورم. شما نباید از من رنجید. من تو طبیب آدم کش را مجبور میکنم که اقرار شوی. با کودک چی زهری زخم دادی؟ میگم من رو سر دید. میگم من با وزر دولو کاخ، مرگی موش، دهنی فرنگ، دانکی شفتالو، گمبوزکی سیاه، دومی کشدوم دادم. و علیکم سلام. میدانی این مرد کیست؟ این مرد سفیر سلطان محمود است. این هم خودش را به ابو علی تبابت میکناند. السلام علیکم لقمان زمان. و علیکم السلام جناب سفیر. ما و شما همه گپ را گفته بودیم. نه من به نزدتان با کار دیگر آمدم جناب سینا. من کمی بیمارم. چی شد؟ اشتهایم به کلی بسته، شبها خوابم نمیبرد. کمتر خواب روم هم خوابهای مدهیش میبینم. گویا که سلطان مرا به غزنه دعوت کردند و به دست جلاد سپردند و جلاد مرا گویا در لبی چاه افتانده سر زدن میخواهد. من فریاد کنان بیدار میشوم. به من شفاعت کنید، به دردم شفا بخشید. خوب شده است. جوز جانی لب استاد. السلام علیکم. با جناب سفیر سبب بیماریشان را فهمانده دهید. بفرمایید. تشکر. مرحمت. بفرمایید. مرحمت. انا در اینجا میمون. در اینجا هر خیل حیوان ها برای تجربه. برای چی جناب طبیب مرا به اینجا فرستادن؟ حاضر سببش را میفهمید. انا این گرگ. در دو طرف دو برکی از یک میش در یک وقت زایده شدند. ما به هر دوی اینها یک خیل و به یک اندازه حتی در ترازو برکشیده خوراک میدهیم تا که برابر خوراک خورند. اینش خوراک را خوب میخورد. مرحمت کنید. اما اینش روز از روز لاغر و بی‌درمان شده ایستاده است. برای چی؟ من نمیدانم. برای آنکه در پیش چشم این بره بیچاره دایم دندان گرگ. یعنی که بله جناب سفیر، درد شما هم از قبیل درد همین بره است. یگانه دوای این بره بیچاره آن است که از دهشتی هر زمان دیدن چنگ و دندان گرگ خلاص شود. یعنی من برامو سلطانی من باشند؟ بسیار نقص. این مسخره بازی چی معنی دارد جناب ابن سینا؟ معنایش این که درد شما درد وحمک است جناب سفیر. از خدمت سلطان دست کشید صحت میابید. شما سلطان محمود بزرگ را تحقیر کردید. اکنون از ما امید شوکت نکنید. در شدت یافت. بدتر از همه این است که هیچ درمانم نماند. 7 جزئی اعضایم به من اطاعت نمی کند. چی می شد که با همون نشتر جراحیت جیگری مرا چاک کرده همون سنگ لعنتی را بیرون آری؟ چی می خندی؟ گویا آیا گپی بیمعنی گفتم؟ 1000 سال پیش طبیب هندو سشروت 2 مراتب همین گونه جراحی گذرانیده بوده است. همین گونه؟ آره. یک تاش بنیکی انجامیده است، اما بعد سشروت هیچ طبیبی به این کار جرأت نکرده است. عملیات سیمش را تو میگذرانی؟ میگذرانی؟ فکر کرده میبینم. خیلی خوب. سلامت باش جرجانی، قندت از انجور جان. در روی دنیا از استاد خودت بدخطر یگان کس را نمیابی. میلش سلامت باش.
به من یک مرده لازم است. باز مرده لازم؟ بله، دفعه آخرین. استاد محترم، مراتبه گذشته هم دفعه آخرین گفته بودید. آخر در بازار گرگنج رسته مرده فروشی نیست کو؟ اینجا قلمروی سلطان محمود هم نیست که در هر کوچه و کوی مرده ها خوابیده باشند. یگان کس دیده ماند چی؟ من باید بیرونی را از مرگ نجات دهم. به من مرده لازم است تا این عملیات جراحی را در وی تجربه کنم. فهمیدم. خوش چی شد؟ یافت آوردم در خانه. تو را کسی ندید؟ اگر شما استاد فردا سری مرا به دار نبینید، امین باشید که مرا امشب تنها شما دیدید و خدا. همه درها را قلف کردی؟ قلف کردم. رفتیم. فقط می ترسم که شما مرده آورده مرا دیده از من سخت می رنجید استاد. کنی گوی کی را آوردی؟ مرده همان طبیبی وبا را به بارگاه سلیمان بردگی را آوردم. شناسی دیری نتان؟ ابوالخیر؟ این کی مرده است؟ بیگاهی دفن کردند. از پرخوری روده پیچک شده مرده است. این لعنتی یک عمر آدمان را فریب میداد. اکنون اقلا یک بار برای ثواب هم خدمت کنه. با هم برابر تریاک با ضروربنج و مهرگی ها را یک جای کوفته در آب آمیخته کرد. آفرین. خیلی شکر زینالدین. رو دوستم در باغ کمتر سیر کن. من چطور استادم رو تنها گذارم؟ رو زینالدین، رو از من خواطر نکش. رو که سیر کن. اکنون آرام بخواب. شنیدی؟ دوستم ابوریحان، مرا میشنوی؟ میشنوم، لیکن تو در کجایی؟ این چی غلاوله؟ تلاطم آب امو آدمان امو غلاوله. خدایا مدد کن. آمین. الله اکبر. این کتاب نه، جام زهر است. زهر، کفر، بدینی، شکاکی، اینها یک گروه چوسانند در قیافه عالم. سلطانم. خوش دوام ده. کی چوغز بوده است؟ بگو. من یک توده بدمذهبانی در دربار خوارزم شاه پناه برده را گفته ایستادم سلطانم. خوارزم شاه به آنها پناه داده است. سلطانم، پناه دادن آن سو ایستد. انا از این پرسید، همش را گفته میگرد. حق است و راست شاهم. خوارزم شاه هرگاه عالم ها را به بارگاه خود دعوت کرده با آنها صحبت می کند. روز در عین همین صحبت یکی از این عالمان، ابو علی سینا، دعوا کرد که گویا زمین مثل تربوز گردک است.
و اون در مقابل آفتاب ماش بر این است و دائما در گرد آفتاب حلق میزند. بعد من پرسیدم که جناب ابن سینا گوید که زمین چه چرخ میزند و آن را کی چرخ میزناند؟ وی به من گفت که به هر حال سلطان محمود چرخ نمیزناند. تو چی؟ تو با وی چی گفتی؟ به دهانتان نگاه کرده گپ زنید گفتم جناب سینا. حالا سخن درباره سلطان محمود نمی رود. در یاد داشته باشید که در آن زمینی که شما گردک میگویید و آن شاهی من حکمران است. مملکت شاه هم هیچ کس چرخ نخورده است و آن را هیچ کس چرخ زنانده نمیتواند گفتم. این را فراموش نکنید جناب سینا. جلاد رحم کنید پادشاهم، مرا عفو کنید، شفقت کنید پادشاهم. این ابله به جزا لایق از سلطانم. وقتی که سینا از فرمان شما سرکشی کرد و هیچ چاره ندیده بود. سینا در کتاب خودش چه ها نوشته است؟ هیچ نپرسید حضرتم. دعوای وی این است که نه زمین نه آفتاب و نه ستاره ها را خدا نآفریده است، بلکه همه آنها از ازل خود به خودی موجود بودند. پیدایش و نابودی تمام موجودات وابسته به سبب این است، نه به اراده خداوند. نه جنت بوده است نه دوزخ. همین طور میگوید این کافری بدکردار. در نزد وی انسان فرقی ندارد، یعنی مومن و مسلمان از کافر، از گبر و از ترسا، از برهمن، از یهود هیچ افضلیتی ندارد. افریت خواهرم زن خوارزمشاه به من مکتوب نوشته معلوم کرد که خوارزمشاه برای به من تابع شدن تیار است، اما فقرای و امرای از این واقف شده به مقابل شاه عصیان برداشتنی شدند. عصیان برای ما وجه خوب است. خوارزم کشوری بای است، همین طور نه؟ همین طور حضرتم. آشیان بدینان گرگنج. جهان مثل شما پادشاهی دوراندیش را ندیده است. این فکری نهایت عالی حضرتم. از صدق دل به این فاتحه میدهم. به بالای گرگنج لشکر کشد. چون تو معشوق نگاری چابک و دلبر، بنفشه زلف و نرگس چشم و لاله روی و نسرین بر. نباشد چون جبین و زلف و رخسار لبت هرگز، مهی روشن شبی تیره گلی سوری می احمر. ز درد و حسرت و اندیشه و تیماری تو دارم، جگر گرم و نفس سرد و لبان خشک و دو دیده تر. ای روی تو مهری عالم آرای همه، وصلی تو شب و روز تمنای همه. گر با دیگران به زمنی وای به من، ور با همه کس همچو منی وای همه. دوستان این قدح را ننوشته ایستید. شما برای شفا یافتن من قدح برداشتید. ما به شرف کتاب طبی ابن سینا القانون هم نوشبار گفتیم. این اثر انسان را از کسلی های جسمانی نجات می‌دهد. حالا او را از مرض روحی، از جهالت شفا باید داد. این اثری نوی سینا را از شفا نامیدن لازم است. نوشباد من دوستان برای از شفا. از شفا؟ از شفا، برای از شفا.
مولانا بیرونی لشکر سلطان محمود به گورگنج حمله کرد. سلطان محمود در دیار ما همه دانشمندان را سر میزند. از گورگنج رفتن لازم می آید. شما دوستم باید خودی همین روز باری سفر بندید. من روم. به کجا؟ از قلمروی محمود بیرون روید. به همدان یا به اصفهان به من فرق ندارد. کاری کرده از چشم این خونخوار دور باشید. من هیچ جا نمی روم. اگر به دست شمشیر گرفته نتوانم هم مجروحان را دوا می کنم. شمشیر که درخشید عقل تیره می گردد. جرجانی، زینالدین، باری سفر سینا را بندید. وقت غنیمت. شما چی؟ من هم از اینجا می روم. سلطانم، من به شما خوشخبر آوردم. ابن سینای کافر در همدان به دست افتاده است. بدار آویزد. حضرتم سراسیمه شدن لازم نیست. تو باز او را حمایه میکنی؟ بله، وی به شما لازم می شود حضرتم. با من؟ بله. ابن سینا در حقیقت عالمی بزرگ است و خلق او را از صدق دل دوست می دارد. اگر وی به تخت همایونی شما خدمت کند، آبروی دولت پراقتدار شما باز فزون می گردد. مقصدت چیست؟ من او را مجبور می کنم که به شما غلام صادق شود. تو یک دفعه همین خیل وعده داده این وعده آخرین من سلطانم. اگر اجازت دهید به همدان روانه شوم. بلایید پراکنده شوید. به نزد طبیب هیچ کس را نمیمانیم. فرمان جناب عالی همین است. همه‌تان برگردید. پراکنده شوید. کنی رفتیم. وزیر اعظم ابن سینا را آزاد کنید. وی هیچ گناه ندارد. به حرمت پیغمبرمان محمد علیه السلام التجا میکنم. وی فرزندی مرا از مرگ نجات داد. او را آزاد کنید. ما را به نزد حکیم سینا نمیمانند. آخر بیمارها به طبابت محتاجند. آخر برای چی ما را به نزد حکیم نمیمانند؟ وزیر اعظم. وزیر اعظم به حرمت پیغمبرمان محمد علیه السلام التجا میکنم. رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم شیخ الرئیس. و علیکم السلام جناب وزیر. شما کلام الله میخوانید؟ الحمدلله من هم مسلمانم. من از زیارت مکة الله برگشتم. به من خبر دادند که شما در زندانید و از این خبر ناخوش بغایت غمگین شدم. خدا شاهد است که به شما دلم خیلی می سوزد. من به دلسوزی شما مطلقا محتاج نیستم. مرا به هیچ گناهی زندان کردند. امر دید که مرا در حال از زندان آزاد کنند. اگر آزاد شوی شما تنها به من وابسته می بود. با کمال خوشبختی شما را آزاد می کردم. اما این بیشتر به خود شما وابسته است. به من؟ بله، به خود شما. شما جناب ابن سینا یک خدشه خرد نوشته در آن غلط بودن تمام رساله های فلسفیتان را اعتراف می کنید. به حق خدا با همین خدشه من از سلطانم فرمان آزادی شما را گرفته می دهم. لیکن اگر شما راضی نشوید
آنگاه شما را به غزنه به نزد سلطانم میفرستند. اگر شما را آنجا برند جناب ابن سینا سلامت نمیماند. آزادی من خیلی گرانبها بوده است. نه جناب عالی قدر، من از عقیده های خود اصلا روی نمیگردانم. بگذار مرا به غزنه برند. خب چه علاج جناب ابن سینا؟ این طور باشد کوشش من یک ذره سود ندارد. برای شما را از این بدبختی رها کردن من عاجزم. خدا یارتان. خیر. با این دوستی نادان که چنین میدانند از جهل که دانای جهان آنانند، خر باش که این جماعت از فرط خریست، هر کو نخر است کافرش میخوانند. گریه نکن عبدالرحمن، گریه نکن. همین قرآن را به شاگرد من ابو عبید جزجانی البته برده رسان. در بین سطرهای آن باب نو القانون را نوشتم. احتیاط شو عبدالرحمن. شده است. جورجانی استاد، خلق به خلاص شما برخواست، همه خستند. استاد عزیز زود باشید. سلامت پایان برای استاد. استاد عزیز، استاد عزیز، شما بهترش از این راه روید. خوف کم کرد. شما را نشناختید. این پسری من درگی، او همونه که از مرگ نجات داده بودید. انا همان رحمت. بارک الله. زود باشید استاد.
ابو علی ابن سینا حیاتی پرمشقتی غریبی و دربدری را از سر گذراند. ولی بیدادگری های زمانه او را راه افتاده و ناامید نکردند. او به غلبه عقل و ادراک انسان اعتقادی کامل داشت. بگیتی دو چیز است جاوید و بس، دیگر هر چی باشد نماند به کس. ز خورشید و از باد و از آب و خاک نگردد تبع نام و گفتار پاک. نباشد کسی در جهان پایدار، همان نام نیکی بود یادگار.